میخوای وام بگیری مثل آقازاده پرداخت نکنی، کلی هم بدهی داری که نمیدونی چی کار بکنی، اصلا میخوای کار نکنی و پول در بیاری، بیا این ویدیو رو نگاه کن. چند وقت پیش، تقریبا یه هفته پیش یا 10 روز پیش، یه ویدیویی رو من گذاشتم با عنوان اینکه مسخره ترین یا احمقانه ترین قوانین آلمان. خب البته بیشتر جنبه طنز داشت اون ویدیو. امروز 5 تا از بهترین قانون‌ها حساب میشن از نظر مالی، یعنی قانونایی که بار مالی دارن و یک جورایی خیلی قانونای خوبی هستن برای خیلی از آدمایی که توی آلمان زندگی میکنن، به هر دلیلی، به هر شکلی، اقامتشون به هر شکلی که هست، این قانونا خیلی به نفعشونه. خیلی سریع بریم سراغ اصل قوانین و گفتن Run. یکی از قانونایی که بار مالی خوبی داره، یعنی باعث این میشه که آدما خیالشون راحت باشه اینجا، اینه که شما اصلا مهم نیستش که اقامتت چه شکلیه، پناهنده هستی یا اینکه دانشجو هستی. البته دانشجو رو دقیق نمیدونم، باید بعداً بپرسم اینو، ولی پناهنده هستش طرف، یا اقامت دائم گرفته، یا پاسپورت آلمانی گرفته، یا اصلا تبعه خود آلمانه، کلا اصلا اینجا به دنیا اومده. یه قانونی هست که میگه اینجا شما نگرانی بابت اینکه بیکار هستی، بابت اینی که پول نداری، بابت اینی که بیمه نداری، بابت هیچی از اینا شما نباید نگران باشید. چرا؟ چون از لحظه‌ای که شما بیکار میشید، دارید یه جا کار میکنید، حالا به هر دلیلی شما کارتون از دست میدید، از لحظه‌ای که بیکار میشین دولت به شما حقوق میده. اداره‌ای هستش اداره‌ای هستش مخصوص این کاره به اسم جاب سنتر، مرکز کار، یا آریه یا آربایتس آگنتور، که اونم همینطور. این دو تا ادارجاتی هستن که مسئول تأمین احتیاجات مالی شما در زمانی که شما درآمد ندارید هستن. یعنی چی؟ هستن. یعنی چی؟ یعنی که اجاره خونه شما رو میده. البته همشون یه پاراگرافا و یه قوانینی برای خودشون دارن، یه شرایطی دارن که مثلا خونه برای 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر الی آخر چقدر متراژش یا چقدر اجارهش باید باشه که بعد طبق اون قوانین عمل کرد. ولی اصلا سخت نیست، خیلی راحته. اجاره شما رو میدن، پول مصرفی گازتون رو میدن، پول شوفاژ و آب گرم و اینا رو میدن. و علاوه بر اون به تعداد نفرات یه حقوقی رو هم در نظر میگیرن که کف حقوق حساب میشه. یه حقوقیه که نمیشه لاکچری زندگی کرد، اما زندگی رو میشه راحت چرخوند باش. دکتر عیدی برای مردم چی داری؟ عیدی همین است که مردم ما انشالله تلاش بکنن ما بتونیم به اهدافمون برسیم. برای همینم خیلی ها هستن که تن به کار کردن نمیدن و میگن ما از حقوق بیکاری استفاده میکنیم و تو این مدتی که دارن حقوق بیکاری آدما میگیرن، این دوتا اداره سعی میکنن که برای شما دوره هایی رو بگذرونن که از نظر کاری بتونید یه چیزی رو یاد بگیرید یا یه کاری رو پیدا بکنید برای خودتون، اما پشتیبانی میکنن ازتون، ساپورتتون میکنن. کسانی که وارد آلمان میشن و اعلام پناهندگی میکنن، مهاجرت میکنن، به هر شکلی وارد آلمان میشن، از روز اول میتونن خودشون رو تو این ادارجات ثبت بکنن، اسمشون رو، و این ادارجات هزینه‌های زندگیشون رو پرداخت میکنه. خیلی ها هستن که الان سال‌هاست دارن از این ادارجات حقوق میگیرن. ایرانی‌ها اصلا خیلی اسمشون رو گذاشتن شرکت نفت. این ادارجات رو میگن ما از شرکت نفت داریم پول میگیریم. البته باعث تنبلی خیلی از آدم‌ها هم شده، چه مهاجر چه خود آلمانی، باعث تنبلی خیلی از آدم‌ها هم شده متاسفانه. و درآمد اینها هم یا این حقوقی که پرداخت میکنن از مالیات و پول‌هایی که وقتی یه نفر کار میکنه در ماه از حقوقش کم میکنن و این هزینه‌ها رو جبران میکنه. این پس حقوق بیکاری، چیزی که به هیچ عنوان هیچ کسی توی آلمان در ارتباط باهاش استرس نخواهد گرفت و اینکه آی پول ندارم چیکار کنم چیکار نکنم.
بریم سراغ مسئله بعدی. بله استاد میفرمودیه. بله یکی از در واقع کاری که امروز ما در واقع میخوایم انجام بدیم مرور یکی از دروس فارسی هستش. بله میفرمودیه. بله میفرمایم. حالا بفرمیو. از روز اول کسی که وارد آلمان میشه بیمه داره، بیمه اجبار، اصلا این بیمه اجباریه، بیمه درمانی اجباریه، بیمه بازنشستگی اجباریه. حتی کسانی که وارد اینجا میشن و اعلام پناهندگی میکنن از روز اول یه کارتی بهشون داده میشه که کارت بیمهشون هست و یا حتی و کسایی که اینجا دارن زندگی میکنن، اینجا خب دفترچه بیمه قاعدتا نیست، ایران هم فکر میکنم دیگه کم کم بر افتاده دفترچه بیمه، و با کارت بیمه یه کارتی رو صادر میکنن کوچیک، یه چیپ داره روش که به این میگن کارت بیمه. اینجا فرزیشرونز کارت یا کرانکن فرزیشرونز کارت یا کرانکن کارت، کرانکن کاسه کارت. با این کارت تمام کارهای درمانی انجام میشه و مهم نیست شما کار میکنید یا نه، این کارت بیمه رو همیشه دارید. و کسانی هم که کار نمیکنن از همون اداره کار که بهتون گفتم حقوق میگیرن یا به هر دلیلی اصلا از کار افتادگی دارن یا هر چیزی کار نمیکنن، علاوه بر کارت بیمه بازنشستگی هم دارن. تو آلمان سن بازنشستگی به این نیستش که شما چقدر کار کردید، به اون سن که میرسید فکر میکنم 67 سال باشه، الان قبلا 64 بود 63 بود، الان فکر میکنم 67. به اون سن که شما میرسید دیگه بازنشستید، اصلا دیگه مهم نیست شما کار کردید تا این موقع یا نه. پس یکی از قانون‌های خوب اینجا، امکانات خوب اینجا هم این بیمه درمانی هستش که بدون اینکه اصلا نیاز بشه شما کاری انجام بدید یا مبلغی رو پرداخت بکنید بابتش، براتون هست. خیلی از خدمات رایگانه، بعضی از خدمات یه مقدار قیمتش بالاتر، یه درصدی رو آدم باید خودش پرداخت بکنه، ولی در کل اصلا قابل مقایسه با کشور ایران یا برخی از کشورهای دیگه که تو حوزه دور اطراف کشور ایران هستند نیست. بدون اینکه اصلا نیاز بشه شما کاری انجام بدید یا مبلغی رو پرداخت بکنید بابتش، براتون هست. حداقل هزینه بیمه تأمین اجتماعی. من میدونم مثلا ترکیه شما بابت بیمت باید سالیانه کلی پرداخت بکنی، ولی اینجا یه همچین خبرایی نیستش. بریم سراغ بعدی. وام گرفتن تو ایران خیلی سخته. شما باید 7 جد آبادت رو به عنوان ضامن برداری ببری اونجا معرفی بکنی. نمیدونم با سود آنچنانی باید زیر بار یه قرضی رو بری به بانک پرداخت بکنی، 2 ماه عقب بیفته این منور بشه، کلی جریمه رو جریمه و سود و اینا میاد روش. اینجا این شکلی نیست وام گرفتن. شما خیلی راحت فقط کافیه کار بکنید، یه کاری رو داشته باشید که حقوقی رو ماهیانه دریافت میکنید به صورت مرتب، میرید بانک، نه ضامنی وجود داره نه چکی نه سفته اینجا وجود داره. میرید بانک، کارت شناساییتون رو میدید و کارت بانکی که الان دارید و حساب دارید توش، به علاوه 3 ماه فیش حقوقیتون رو شما اونجا ارائه میدید و بر مبنای حقوق شما و حساب میکنن شما چقدر درآمد داری، چقدر هزینه داری در ماه، چقدر اجاره خونه میدی، همه اینا رو حساب میکنن، بعد میگن اوکی ما اینقدر بهت اعتبار میدیم و شما میتونی به راحتی وام بگیری. به جرئت بگم من که شما میتونید در عرض 10 دقیقه وام بگیرید اینجا. اینم یک مزیته که اینجا هستش در مقابل خیلی از قوانین دست و پاگیر و قوانین از نظر ماها بد که اینجا هست و سخت. این یکی از چیزهای خوبیه که اینجا داره. بریم نریم. یه چیز دیگه ای که خیلی باعث مشغولیت فکری برای آدم مخصوصا تو ایرانه، این اجاره کردن خونه است. اینکه صاحب خونه سر سال که میشه میاد سراغ شما، یا پول پیشتون رو باید زیاد بکنید یا نمیدونم باید چقدر اجارتون رو زیاد بکنید، یا اصلا آقا میخواد زنم دخترم ازدواج کنه، پسرم ازدواج کنه، میخواد زن بگیره، اینجا بلند شید، بچه‌م میخواد بیاد بشینه و 1001 دلیل که شما رو از توی خونه بلند کنن و به یه نفر دیگه اجاره بدن یا خودشون استفاده بکنن.
اینجا اگر شما یک خونه رو اجاره بکنید، اجاره نامه ها معمولاً ابتدا داره، از کی شروع میشه دیگه پایان نداره. یعنی به این راحتی نیست یک نفری که مستاجر یه خونه است و این خونه بلندش کردن. اجاره شما میکنید انگار خریدی اون خونه رو، این مال خودته. Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. مالمه دلم میخواد حالا که اینجوریه دونیم الان گفتی 2 تومن دیگه میخوری داود مادر 3 تومن خفه شو، الان گفتی 2.5 خفه شدم 3 و نیم زیرا دهنت شتک میکنم بابا نیست همون 3 و نیم خیلی گاوی 4 تومن 4 تومن حتی انقدر قانون وجود داره، اگه شما بخواید به یک شکلی مستاجر خودتون از خونه بلند بکنید، انقدر قوانین وجود داره که دست و پای شما رو میبنده. برای همینم بعضا خیلی اینجا دیده میشه طرف 40 سال اجاره نشینه اینجا. البته خونه ها اکثرا مال شرکت های مختلف هستن. یه شرکتی میاد تعداد خیلی زیادی آپارتمان رو میخره اجاره میده و خیلی هم خوب ساپورت میکنن. یعنی هر مشکلی خونه پیدا بکنه، ایرادی تو خونه باشه، خیلی سریع میان رسیدگی میکنن، ساپورت میکنن و تعمیرات رو انجام میدن. و ازدیاد اجاره خونه هم خیلی جالبه. شما اولا که پول پیش برابر با 3 ماه اجاره است، بهش میگن کالت میته وار میته. کالت میته اون چیزی که حالا بعداً میشه توی ویدیو توضیحش بدم، یه اجاره اولیه است که به صورت ثابت شما پرداخت میکنید. بعد روی این یه سری رقم‌های اضافه میشه بابت شوفاژ، گرما، نمیدونم آب، برق جدا آب و اینا. اون رقم اولیه هر چقدر هست معادل 3 ماه اون رو شما به عنوان پول پیش پرداخت میکنید. این پول پیش نه هیچ وقت زیاد میشه نه کم میشه. این دیگه میمونه تا روزی که شما تو این خونه، هر چند سالی که نشستید این میمونه. ازدیاد اجاره خونه هم دست صاحبخونه نیست، دست اون شرکت نیست. حتی صاحبخونه‌هایی که خصوصی هستن این اتفاق نمیفته که هر موقع عشقشون کشید بیان برای شما خونه رو اجارهش رو زیاد بکنن. اونم تابع یه سری قوانینیه. من تو خونه قبلی که میشستم ماهیانه تقریبا سالیانه 10 یورو به اجاره خونه من زیاد میشد. یا این خونه که الان هستم بعد از 1 سال که من اینجا اجاره کردم، صاحبخونه من خصوصی بود، یعنی یه شخص بود، شرکت نبود، می‌خواست خونه رو بفروشه. خونه رو فروخت، صاحب خونه عوض شد، ولی توی روند اجاره کردن من، پرداخت اجاره من یا قرارداد من هیچ تغییری ایجاد نشد و من میتونم هر چقدر که خودم دلم میخواد اینجا بشینم و دلیلی برای اینکه بخوام جابجا بشم یا اجاره خونه زیاد بشه یا نمیدونم پول پیش بخواد جابجا بشه یا زیاد بشه وجود نداره. اینم یک آرامش خیالیه که تقریبا نسبت به ایران، تقریبا نه دقیقاً نسبت به ایران آدم داره اینجا به عنوان مستاجر و هیچ وقت یک مشغولیت فکری در این ارتباط و استرسی در این ارتباط آدما نمیگیرن. خیلی کوتاه کنم دیگه، آخریش هم بگم. البته خیلی زیاده این قوانین خوب، این پشتیبانیایی که هر شکلی داره از ساکنین این کشور انجام میشه خیلی زیادن، توی یه ویدیو 10-15 دقیقه‌ای نمیگنجه. و یه چند تاشو که فقط بار مالی، البته خیلی هستن بازم بار مالی داره، چه مثبت چه منفی، ولی یه چند تایی که خیلی به نظر خیلی خیلی خوب میومد رو گفتم. و آخریشو بگم که این خیلی میشه گفت عالیه. بزنیم بریم. قانون ورشکستگی یا اینزولونس کردن. یعنی چی؟ یعنی که شما به عنوان یه شرکت، به عنوان یه آدم شخصی، به هر شکلی اصلا تو اینجا داری زندگی میکنی یا کار میکنی، به یه جایی میرسی بدهیت انقدر زیاد میشه که احساس میکنی دیگه نمیتونی پرداخت بکنی. حالا این بدهی هر چی که هست، به اشخاص، به بانک، به جایی که ماشین خریدی یا هر چی که هست، به آدمای مختلف، بدهیت خیلی زیاد میشه. از پرداختش دیگه عاجز میشه. آقا میاد من نمیتونم پرداخت بکنم و دارم زندگی میکنم، دخل و خرجم با هم نمیخونه. اون موقع هر کسی میتونه از یک قانونی به اسم اینزولونس یا ورشکستگی استفاده بکنه. شما مراجعه میکنید به وکیل و میگید اوکی من دیگه نمیتونم پرداخت بکنم. از اون تاریخ یه پروسه خیلی پیچیده هم نیست اصلا، یه پروسه‌ای داره شروع میشه. شما دیگه قسطی رو پرداخت نمیکنید و وارد زمان ورشکستگی میشید. تو این زمان دیگه تمام هر چی بدهی دارید دیگه اصلا مهم نیست. شما شروع میکنید به اینکه پرداخت نکنید، یه سری امتیازات ازتون گرفته میشه. به عنوان مثال دیگه نمیتونید وام بگیرید، نمیتونید قرارداد جدیدی ببندید، نه خونه جدید اجاره بکنید، هیچ چیز جدیدی نمیتونید انجام بدید که نیاز به اعتبار داره. اعتبارتون به شدت میاد پایین. اما یه دوره ای رو شما میگذرونید و توی این دوره وقتی تموم میشه بدهی شما صفره.
قبلا این دوره 7 سال بود قدیم، بعد شد 5 سال، از سال گذشته این دوره شده 3 سال. یعنی شما 3 سال فقط کافیه که هیچ قرارداد جدیدی نخوای ببندی، هیچ ماشین یا خونه جدیدی نخوای اجاره کنی یا بخری، موبایل جدید، گوشینم، موبایل یا هر چیزی قسطی نخوای انجام بدی، نخوای بگیری و این 3 سال رو سر بکنی، بعد از 3 سال هر چقدر که بدهی داشته باشی صفره و میشه یه آدم جدید با اعتبار جدید. اگر پول طلبکار رو ندیم چی میشه؟ یعنی بدهی تمام، همش رفت. این اگر دارم فکر میکنم اگر یه همچین قانونی توی ایران بود چه اتفاقی میافتاد توی ایران. واقعا یه قانون خیلی عالیه که اینجا هستش و این باعث میشه که خیلیا زندگیشون رو از نظر مالی بتونن نجات بدن. یعنی توی یه جایی میرسن، یه نقطه‌ای میرسن که دیگه واقعا هیچ راهی ندارن و با این قانون زندگیشون رو نجات میدن در اصل. و اینکه تو این مدت البته میگم اعتباری به شما نمیدن و حسابی که دارید، اون پولی که دریافت میکنید یه سقفی براش تعیین میشه بر مبنای نیاز زندگی شما که چند نفر هستین. یه جدولی دارن، هر 2 سال یه بار تغییر میکنه که میگن اوکی طبق این جدول شما مثلا 1 نفری، 2 نفری، 3 نفری یا هر چقدر که هستی این مقدار درآمد برات اوکیه، باید برای خودت بمونه و مابقیش رو میریزن به حساب اون مشاور ورشکستگی که دارید، اینسولونس فروالتا، میریزن به حساب اون و بعد از 3 سال این پولی که جمع شده حالا هر چقدر که میخواد باشه بین طلبکارهای شما تقسیم میشه و تو این مدت طلبکارها میتونن از طریق حکم دادگاه هم حساب بانکی شما رو توقیف بکنن به جز اون چیزی که دولت تعیین میکنه و اون مشاور ورشکستگی نامش رو ثبت میکنه برای شما طریق دادگاه توی حسابتون که آزاده برای شما، هر چیز اضافه بیاد داخل حسابتون میره به حساب اون که بعد از 3 سال واریز میشه، تقسیم میشه بین طلبکارا. هم میتونن رو حسابتون دست بذارن طلبکارا، هم میتونن از طریق محل کارتون رو حقوقتون دست بذارن. و کنکشی هستی ناله کن کنکش. ولی طبق قانون تمام اینها هم اگر اتفاق بیفته اون پولی که شما برای نیاز بر زندگیتون دارید برای شما سیف میمونه و هیچ کسی به اون دسترسی نداره جز خودتون. میتونید راحت زندگیتون رو بگذرونید. یه مقدار حالا تو این مدت 3 سال دندون رو جگر باید بذارید و سختی رو تحمل بکنید، ولی بعد از 3 سال دوباره همه چی اوکی میشه. در عوض خیلی هستن با بدهی‌های خیلی کلون این اتفاق براشون افتاده و بعد از این مدت، حالا قبلا که میگم 5 سال بود، من خودم همکارم اینجا ماه پیش آزادی حسابش شد بعد از 5 سال و اصلا دیگه همه بدهی‌ها میره و دلایل خیلی زیاد هم اینجا برای بدهی داشتن هست. وام‌های بانکی که آدما میگیرن، اگر مثلا طلاق اتفاق بیفته چون همه چیز نصف میشه، خیلی این روند اتفاق میفته که ورشکستگی اعلام میکنن، یا شرکتی داره طرف داره کار میکنه، خودش مغازه‌ای رو داره کار میکنه، حالا نمیچرخه به هر دلیلی بدهی زیاد میشه و این قانون رو دارن. هر 10 سال یه بار هم اگه اشتباه نکنم 10 سال یه بار هر آدمی تو آلمان میتونه از قانون ورشکستگی استفاده بکنه. این چند تا قانونی بود که یا امتیازی بود که از نظر مالی آدم میتونه تو آلمان داشته باشه. اگر دوست داشتید از این مدل ویدیو حتما توی کامنت ها بنویسید در مورد چه موضوعاتی میخواید بدونید، من حتما در موردش اطلاعات میگیرم و براتون ویدیو میسازم. خواهش میکنم اگر که از مطالبی که تو کانال من هست خوشتون میاد یا تعدادشو دیدید لطف کنید و کانال منو سابسکرایب کنید، به دوستانتون معرفی بکنید، لایک کنید، کامنت بذارید تا منم انرژی بیشتری بگیرم برای اینکه بتونم بیشتر براتون ویدیو خوب بسازم. البته یه سری ایده های خیلی زیادی رو الان دارم، خب چون سر کار یه مقدار تایم کاریم زیاده، یه مقدار محدودیت شده برام، ولی حتما همه رو دونه دونه انجام میدم و ویدیوهاشو آماده میکنم و براتون داخل کانال میذارم. ممنون میشم مجددا اگر کانال منو لایک و سابسکرایب بکنید و تو تلگرام و اینستاگرام هم یه سری به ما بزنید. مواظب خودتون و دلتون باشید. روز خوبی داشته باشین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.